الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن. بعضی از صفاتی رو که الله متعال در قرآن کریم بسیار بر اون تاکید کرده و اون صفاتی که مذمومن، همونگونه که در قرآن کریم به بعضی صفات مانند تقوا، مانند اخلاص، مانند توکل، مانند صبر تشویق میشن مسلمانان، از بعضی از صفات هم الله تعالی اونها رو بر حذر داشته، از اینکه مواظب باشن که مبتلا نشن به اون صفات و از اینکه خودشون رو بررسی بکنن، ببینن که آیا اون صفت در وجود اونها هست یا نیست. بعضی از صفات مذمومه، صفتهای بد که در قرآن کریم از اونها به بدی یاد شده و بلکه کسانی که دچار شدن، کسانی که مبتلا شدن به اون صفات، اونها رو الله تعالی مذمت کرده و بلکه تهدید کرده و وعده و وعیدهای خطرناکی شامل حال اون هست. یکی از این صفات که انسان مسلمان باید بسیار مواظب باشه که به اون مبتلا نشه، صفت بسیار ناپسندی به اسم نفاق. نفاق در لغت از کلمه نفق گرفته میشه. نفق یعنی تونل، در لغت عربی معنی ساده ترش، معنی عادیش میشه تونل. تونل یعنی حفره‌ای که در زمین ایجاد میشه، از یک طرف به هر حال یک مسیر رو به مسیر دیگه‌ای وصل میکنه، باعث میشه که از یک مسیر انسان به مسیر دیگه‌ای برسه و بدون این که ظاهرش مشخص باشه. و در لغت عربی به لانه سوسمار، اون لونه‌ای که سوسمار، اون حفره‌ای رو که سوسمار برای خودش ایجاد میکنه، هم این لفظ اطلاق میشه و از همون کلمه گرفته شده. و در اصطلاح نفاق پنهان کردن عقیده‌ای باطل در داخل، در قلب و اظهار اسلام، پنهان کفر و اظهار اسلام. در ظاهر مسلمانه، در باطن کافره. در ظاهر انسان خیرخواهی است، در باطن انسان شروری است. در ظاهر انسانی که نیکوکاری است، در باطن انسان مفسدی است. این صفت یعنی صفت نفاق یکی از اون صفاتی است که هر انسان مسلمانی باید بترسه از اون و هر انسان مسلمانی باید بر حذر باشه از این صفت، از این که به اون مبتلا بشه و هیچ کسی نباید خودش رو در امان بدونه. صفت نفاق، منافقین کسانی هستند که در پایین ترین درجه جهنم جای دارن، حتی از کفار هم درجه اونها پایین تره. و الله تعالی فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین در پایین ترین درجه های جهنم خواهند بود، حتی از کفار و مشرکین هم درجه اونها پایین تره. چرا که اینها، این عده یعنی منافقین، هم کافرند و هم این که به دروغ دارن ادعای اسلام میکنن. جرم اینها از اونها بیشتر. انسان کافر و انسان مشرک حقیقتش مشخصه و آشکاره، اما منافقین مار در آستینن. منافقین دشمنهای درونی، دشمنهای پنهانن، دشمنهایی که درون صف مسلمین به اسم اسلام دارن به اسلام ضربه میزنن. چه فتنه هایی که منافقین برپا نکردن، چه کاخ هایی رو که اسلام برافراشت و اینها سرنگون کردن، چه تلاش هایی رو که اینها از بین بردن و چه دسیسه هایی رو که در باطن اسلام، در صف اسلام، در میان مسلمین بر ضد مسلمان ها راه انداختن و چه نقشه های شومی رو که در بین مسلمین اجرا کردن و چه ضربه هایی که به مسلمین زدن و چه دست های پنهانی که با همکاری کفار و مشرکین آمدن و به اهداف شوم اونها پاسخ دادن و اون اهداف رو اجرا کردن. از این بابت نفاق یکی از اون صفاتی است که انسان مسلمان باید تا میتونه از اون بر حذر باشه و تا میتونه بیاد و بررسی بکنه وجود خودش که خدایی نکرده از اون گروهی نباشه که الله تعالی فرمود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آیا من شما رو به
زیانبارترین کارها دلالت نکنم کسانی که ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تلاش های خودشون رو بیهوده در زندگی دنیا صرف کردن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که اونها میپنداشتن که اونها دارن کار نیک انجام میدن، در حالی که اونها فکر میکردن دارن عبادت میکنن و این گونه نبود، بلکه اونها داشتن گناه میکردن، اونها دلشون خوش بوده به این که دارن عبادت میکنن. این صفت یکی از اون صفاتی است که انسان مسلمان، تمامی مسلمان ها باید بر از اون برحذر باشن. و امام بخاری روایت رو از ابن ابی ملیکه نقل میکنه که ایشون فرمود من 30 نفر از صحابه بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم رو مشاهده کردم که همه اونها از این که دوچار شده باشن به نفاق، از این که اونها مبتلا باشن به نفاق میترسیدن. و علامه ابن حجر در شرح بخاری در شرح این روایت میفرماید که از اون جمله صحابه‌ای که میترسیدن، نگران بودن از این که مبتلا نشده باشن به این صفت. این بحث بسیار دقیقی است، بحث بسیار مهمی است که هر کسی باید این احساس خطر رو بکنه. من این جمله ابن حجر میفرماید که از این جمله کسانی که میترسیدن، از این جمله صحابه حضرت علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب خلیفه راشد اسلام، کسی که در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شد، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز فتح خیبر فرمود که روز قبل فتح خیبر فرمود که فردا پرچم لشکر را به دست کسی خواهم داد که او الله و رسولش رو دوست داره و الله و رسول هم او رو دوست دارن. علی ابن ابی طالب همسر فاطمه زهرا، پدر حسن و حسین. علی ابن ابی طالب پسرعموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون انسان بزرگوار. و از جمله کسانی که باز میترسیدن، ابن حجر میفرماید یکی از اونها عبدالله ابن عمر بود، یکی از اونها عبدالله ابن عباس بود، یکی از اونها حضرت ابو هریره بود، یکی از اونها حضرت عایشه رضی الله عنها بود، یکی از اونها حضرت ام سلمه رضی الله عنها بود. اینها همه بزرگان ما، حتی حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق اعظم، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الله تعالی حق رو بر زبان عمر جاری کرده، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من خواب دیدم که انسان‌هایی دارن پیش من میان، بعضیا لباساشون تا سینه اونهاست، بعضیا لباسای اونها پایین‌تره، بعضیا تا زانوی اونهاست و عمر اومد و دیدم لباس اون داره از پشت سرش کشیده میشه روی زمین. حضرت عمر فرمود یا رسول الله اینو چی تعبیر کردید؟ حضرت فرمود که این دینه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم راجع به این شخص فرمود که من خواب دیدم که ظرفی از شیر من داده شد، من شروع کردم به تناول کردن این ظرف شیر و اینقدر خوردم که از بین انگشتان من داشت این شیر خارج می شد و باقی مانده این ظرف شیر رو، باقی مانده این مقدار شیر رو دادم به عمر. و حضرت عمر فرمود یا رسول الله این رو شما چی تعبیر میکنید؟ حضرت فرمود که علم. عمر ابن خطاب رضی الله عنه، اون خلیفه راشدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود عمر تو وارد هر خیابان و کوچه‌ای که قدم میگذاری شیطان از اونجا فرار میکنه و مسیر خودش رو تغییر میده، از مسیر دیگه میره. باز هم روزی به محضر حذیفه ابن یمان رضی الله عنه آمد. حضرت حذیفه کسی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم لیست منافقین رو، عده‌ای از منافقین رو اسم برده بود پیش حضرت حذیفه و اومد و پیش حضرت حذیفه گفت حذیفه فقط به من بگو آیا اسم من تو این لیست هست یا نیست؟ آیا اسم عمر هم در این لیست منافقین هست یا نیست؟ این صفت یعنی احساس خطر کردن از نفاق یکی از صفاتی است که هر انسان مسلمانی باید در وجود خودش داشته باشه. و حضرت حسن بصری از بزرگان تابعین میفرماد هر انسان مسلمانی، هر کسی که ادعای اسلام داره و خودش رو از خطر نفاق در امان میدونه اون منافق خودش. کسی که فکر میکنه من از نفاق در امانم اون خودش منافقه و هر کسی که خودش رو از نفاق در امان ندونه او یکی از مؤمنینه. به همین حدیثی که در ابتدا بهش اشاره کردیم ابن ابی ملیکه میفرماید که این عده 30 نفری که از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم من اونها رو مشاهده کردم که همه احساس خطر میکردن نسبت به نفاق، هیچ کدوم از اونها خودشون رو مانند جبرائیل و یا میکائیل نمیدونستن که گناهی نکرده باشن و خودشون رو پاک بدونن. و علاوه بر این بزرگانی که اسم اونها ذکر شد، ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم احساس خطر میکرد از بیماری نفاق، از این مصیبت. حضرت حنظله آمد روزی از کنار ابوبکر صدیق رضی الله عنه گذر میکرد. حضرت ابوبکر دید که حنظله داره گریه میکنه و اشک میریزه. گفت حنظله چی شده؟ گفت حنظله منافق شد. ابوبکر صدیق از اون پرسید حنظله چرا گریه میکنه؟ حنظله گفت که ابوبکر حنظله منافق شد. گفت
چی شده مگه؟ گفت من وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت صلی الله علیه و سلم صحبت می‌فرمایند، انگار که من بهشت رو دارم با چشم می‌بینم، انگار که دارم جهنم رو با چشم خودم می‌بینم. همین که از محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج میشم و میرم پیش خانواده خودم، با اهل عیال مشغول میشم، سرگرم میشم و همین چیزها رو فراموش میکنم. سرگرم میشم، فراموش میکنم این چیزها رو. حضرت ابوبکر گفت والله منم این گونم. بریم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر دو احساس خطر میکنن از این که خدای نکرده این دوگانگی حس و حالی که جلوی رسول صلی الله علیه و سلم دارن و حسی که بعداً در خانواده پیش خانه و زن و بچه دارن، این نفاق نباشه. پیش محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن. حضرت گفت یا رسول الله من نگرانم و من میترسم از این که دچار نفاق شده باشم. حضرت فرمود چرا؟ گفت این گونه است، ما وقتی که در محضر شما هستیم چنان بهشت و جهنم رو داریم تصور میکنیم انگار که داریم جلوی چشم خودمون میبینیم و وقتی که پیش اهل و عیال میریم و مشغول میشیم اینها رو فراموش میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر این گونه باشه که شما در محضر من همون حسی رو که در محضر من دارید این حس رو همیشه داشته باشید که فرشته‌های آسمان در خیابان‌ها، در خانه و در حتی در بستری که شما دارید استراحت میکنید میآمدن و با شما مصافحه میکردن، با شما سلام علیک میکردن، با شما تکلم میکردن. ولی ساعتاً فساعه، حنظله یک لحظه‌ای ساعتی رو این حال داشته باش، ساعتی برو به خانواده برس، مشغول بشو به خدمت به خانواده، به رسیدگی به خانواده. این معناش این نیست که یک ساعتی عبادت بشه، ساعتی گناه بشه، هرگز. یعنی اینکه ساعتی رو به این حس و حال باش، ساعتی رو به عبادت دیگه مشغول باش، ساعتی به عبادت دیگه، ساعتی در نماز، ساعتی در تلاوت، ساعتی در خدمت به مردم، ساعتی در خدمت خانواده، ساعتی در رفع مشکلات دور بریهای خودت، ساعتی برای رسیدگی به بیماران، به مریضان. اینه که انسان در زندگی خودش مشغول باشه به عبادت‌های مختلف. خلاصه ای بس این که بسیاری از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم از این که به این بیماری مبتلا باشن میترسیدن و نگران بودن. نفاق همونجوری که عرض کردم خدمتتون در لغت به معنی دوگانگی، دورویی، پنهان از کلمه تونل، نفق به معنی تونل گرفته میشه در لغت عربی. و تونل ظاهرش اینه که شما وقتی که تونلی رو میبینین ظاهرش اینه که خاکه یا ظاهرش اینه که سنگه. وقتی در دل کوی تونلی هست ظاهرش اینه که چی نیست، اما باطنش خالیه. انسان مسلمان ظاهر و باطنش یکیه، اما انسان منافق ظاهرش اسلامه، باطنش کفره، ظاهرش صلاحه، باطنش شره، ظاهرش خیره، باطنش فسق و فجوره. اما در اصطلاح نفاق، منافق به کسی گفته میشه که این شخص هنوز اون اعتقادی رو که نسبت به الله و رسول باید داشته باشه نداره، اون ایمان رو هنوز نداره، اما اظهار میکنه به ایمان، اظهار میکنه به مسلمان بودن. چرا باید این کار رو بکنه؟ وقتی که یک شخصی در یک جامعه‌ای که مسلمان‌ها بیشترین قدرت رو دارن، در جامعه‌ای که مسلمان‌ها بر اون مسلطن و به هر حال اختیار جامعه به دست مسلمان هاست، این انسان میترسه و این انسان از یک طرف منافقه، از یک طرف غیر مسلمانه، کافره و از طرف دیگه میترسه که این کفر خودش رو ابراز بکنه. این ترس باعث میشه که این انسان چیکار بکنه؟ این انسان اون عقیده نادرست خودش رو، اون عقیده غیر دینی خودش رو، غیر اسلامی خودش رو در دل پنهان میکنه. اون رو پنهان میکنه و به زبون نمیاره. با زبون چیزی میگه که در دل نداره. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم. تعبیری که قرآن کریم داره برای این افراد، اونها چیزهایی رو به زبان میآورن که در دل به اون اعتقادی ندارن، در دل به اون باور و اعتقاد نرسیدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودشون رو در این جامعه محفوظ بدن، به خاطر اینکه در این جامعه یه جایگاهی برای خودشون کسب بکنن، به خاطر اینکه در این جامعه بتونن از اون فضا، از اون امکاناتی که هست، از اون شرایطی که مهیاست، از اون بستری که برای همه هست استفاده بکنن به نفع خودشون، به خاطر مصالح مادی، به خاطر مصالح مالی، به خاطر دست یافتن به یک سری متاع بی ارزش دنیا. و این عده کسانی که منافق میشن در جامعه اسلامی بعد از این که مسلمانان به قدرتی میرسن که اون قدرت بیشتر از مشرکین و کفار میشه، عده‌ای میان و اظهار ایمان میکنن و ایمان رو به زبان جاری میکنن در ظاهر، اما در باطن هنوز به اون اعتقاد نرسیدن. نفاق از چه موقعی در اسلام شروع شد و منافقین از کجا کار خودشون رو در تاریخ اسلام آغاز کردن؟ این دشمنانی که در لباس دوست در میان صف مسلمین راه یافتن. بعد از یک میان برنامه با ما باشید برای جواب این سوال.
أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفو طريقا به الصالحون وضوء للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب هلما فسر في ركاب الهدى. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به وعده خود وفا کنید. وأقفوا طريقا به الصالحون وضوء للرشاد وحازوا العلا أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقفوا طريقا به الصالحون وضوء للرشاد وحازوا العلا. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. عرض کردیم قبل از میان برنامه که نفاق بعد از این که مسلمین قدرتی رسیدن و دست یافتن بر جامعه و مسلط شدن بر جامعه، عده‌ای از کفار و مشرکین به خاطر حفظ منافع شخصی و فردی خودشون، به خاطر دست یافتن به مقام، به قدرت، به مال، به خاطر حفظ جان خودشون از خطراتی که شاید اونها را تهدید میکرد ابراز ایمان کردن به دروغ، منافق شدن. در ظاهر مسلمان بودن اما در باطن کافر. بعد از اینکه مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدن بر مشرکین، در مدینه منوره مسلمانانی که 2 سال قبل وارد این شهر شده بودند و هیچ کدوم از مشرکینی که در اون شهر بودند، چه از یهودیان چه از مشرکین بت پرستی که در مدینه منوره بودند، فکر نمی‌کردند که مسلمانان انقدر قدرت پیدا بکنن. بعد از اینکه مسلمانان از غزوه بدر برگشتن، اینها به خاطر دست یافتن به اون اغراض خودشون اظهار ایمان کردند و مجبور شدن که اظهار بکنن ایمان خودشون رو تا اینکه به منافع دست پیدا بکنن. از این نتیجه میگیریم که در دوران مکی، در اون دورانی که مسلمان ها در مکه مکرمه هنوز به قدرتی نرسیده بودند و بلکه بیشتر مشرکین مسلط بودند بر مسلمان ها، با انواع و اقسام آزار و شکنجه ها مسلمان ها را اذیت میکردند. اون موقع هیچ دلیلی وجود نداشت، هیچ نیازی نبود که انسانی بیاد و به دروغ اظهار ایمان بکنه و خودش رو در معرض اون همه خطر قرار بده و خودش رو در معرض دشمنی و کینه مشرکینی قرار بده که از هم نوعان خودش بودن. انسان مشرکی بیاد، انسان کافری بیاد، در داخل تاریخ مکه، در دوران مکی، در قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه، هیچ انسانی نیازی نداشت که بیاد و اونجا به دروغ اظهار ایمان بکنه. چرا؟ چون جو مکه طوری بود که هر انسان مسلمانی در داخل مکه همین که اظهار ایمان میکرد، این به این معنا بود که این شخص از طرف کل مشرکین مکه دشمن شناخته میشد، ولو اینکه خب هم فامیل بودن، غریبه‌ای هم بینشون نبود، هم از یک اصل و ریشه بودن در مکه مکرمه، هم از یک طایفه بودن و از یک قبیله در دستشون. این به این معنا بود کسی که اظهار ایمان میکرد یعنی اینی که باید تمام مشکلات، تمام سختی‌ها، حتی کشته شدن رو به جان میخرید. مگه در مکه امثال سمیه و امثال یاسر به شهادت نرسیدن؟ کسانی بودند که اینها ابراز ایمان کردند در مکه. در تاریخ مکه تمام کسانی که اظهار ایمان کردند مؤمنان مخلصین واقعی بودند که با تمام وجود اسلام رو پذیرفته بودند، با تمام وجود ایمان آورده بودند و هیچ منافقی در تاریخ مکی وجود نداشته، چون شرایط تقاضا نمی‌کرد، شرایط هیچ نیازی نداشتند، شرایط ایجاب نمی‌کرد که اینها بیان و بیکار که نبودن که بیان همینجور بدون هیچ مشکلی بی خود و بی جهت خودشون رو نسبت بدن به مسلمان ها و با این کار دشمنی تمام دور و بری ها رو نسبت به خودشون بخرن و خودشون در معرض انواع و اقسام مشکلات و خطرها قرار بدن. تمام کسانی که از مکه مکرمه هجرت کردن به مدینه منوره، در بین اینها هیچ منافقی وجود نداشت و هیچ شخصی مبتلا نشده بود به این صفت. در تاریخ مدینه هم در 2 سال اول اون کسانی که در بدر شرکت کردند و جون خودشون رو کف دست خودشون گذاشتن، اون کسانی که
حدود 313 یا روایت 16 یا روایت 319 نفر رفتن به جنگ با 1000 نفر تا بن دندان مسلح از مشرکین مکه، اون کسانی که جون خودشون رو کف دست خودشون گذاشتن و رفتن برای مبارزه با مشرکین در صحرای بعد. گرچه خب ابتدا هدف جنگ با اونها نبود، اما در آخرین لحظات وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها مشورت کرد و گفت الان مشرکین مکه اومدن و برای جنگ اومدن، شما نظر شما چیه؟ رأی شما چیه؟ برمیگردید یا میجنگیم؟ اون موقع همه با هم بالاتفاق تصمیم گرفتن که با مشرکین بجنگن و تا اون لحظه، یعنی تا بعد از حتی پیروزی مسلمین در بدر، هیچ منافقی در صف مسلمین وجود نداشت. یعنی تمام کسانی که ادعای ایمان میکردن یقینا مسلمان بودن و مؤمن بودن و مخلص. بعد از اینکه مسلمانان در بدر پیروز شدند، فتح بدر نصیب مسلمانان شد، کسانی که در مدینه مواضع خودشون رو، کرسی خودشون رو، قدرت خودشون رو به خطر میدیدن، امثال عبدالله ابن ابی سلول رهبر منافقین مدینه، اینها آمدن و به دروغ اظهار ایمان کردن تا خودشون رو در صف مسلمین جای بدن، به چند قصد، به چند علت مختلف. یکی اینکه از این راه بتونن به اون منافعی که دست نیافته بودن دست پیدا بکنن، غنیمت هایی که در جنگ ها نصیب مسلمین میشد، به هر حال در جنگ ها وقتی غنیمتی آورده میشد تقسیم میشد بین مسلمین، کسانی که غیر مسلمان بودن به اونها داده نمیشد، منافع مادی داشت برای اونها. و از طرف دیگه‌ای اینها در صف مسلمین با فتنه بافی، با سخنچینی، با تفرقه و اختلافی که ایجاد میکردن، با تحریک مسلمین بر ضد همدیگر، اینها قصد داشتن تا از درون مسلمین رو از بین ببرن. و از طرف دیگه‌ای اینها با دشمنانی که در مکه بودن یا دشمنانی که در خود مدینه بودن، با یهودیانی که در مدینه بودن، با مشرکینی که اطراف مدینه زندگی میکردن، اینها می آمدن و دستیسه می‌بافتن بر ضد مسلمین و بر ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما یک پوششی برای این ایجاد کرده بودند. و تعبیر قرآن کریم اتخذوا ایمانهم جنتا، اینها ایمان خودشون رو، اینها اون اظهار اسلام خودشون رو، اسم مسلمانی که روی خودشون گذاشته بودن، این رو سپری کرده بودن جلوی خودشون و پشت سر اون می اومدن و فتنه بافی می‌کردن، جاسوسی می‌کردن برای دشمنان و برای مخالفین اسلام و به این امید بودن که اینها در صف مسلمین منافع برای خودشون کسب بکنن و مورد حمایت قرار بگیرن، جان خودشون رو حفظ بکنن و مال خودشون رو حفظ بکنن از این که شاید روزی در جنگ با مسلمانان اینها رو از دست بدن. بعد از اون تاریخ نفاق در اسلام شروع شد و از اون روز به بعد منافقین تا به امروز، منافقین در تاریخ اسلام ضربه ها زدن به اسلام، منافقین در تاریخ اسلام به نام اسلام عده‌ای رو از اسلام بیزار کردن، به نام اسلام آمدن و دست به تحریف زدن، به نام اسلام دست به تهمت زدن، به نام اسلام دست به توهین زدن و به نام اسلام آمدن با دشمنان اسلام همراه شدن. و ضربه‌ای که منافقین به اسلام زدن در طول تاریخ اسلام تا به امروز و ادامه هم داره، این ضربه رو هیچ کدوم از دشمنان اسلام به اسلام وارد نکردن. از این جهت شناخت منافقین بسیار مهمه. گرچه بحث نفاق یک بحث اعتقادی است، پنهان کردن عقیده کفر در قلب و آشکار کردن کلمه اسلام، آشکار کردن عقیده توحید به زبان، در زبان شهادتین گفتن، در زبان به نبوت رسول صلی الله علیه و سلم ایمان داشتن، در زبان قرآن رو قبول داشتن، قیامت رو قبول داشتن، خدا رو قبول داشتن، این در زبان ظاهرش رو ما میبینیم و از باطن اونها ما خبر نداریم. چطور میشه آنها شناخت؟ وقتی که ما فقط زبون اونها رو میبینیم، ما که از باطن هیچ کی خبر نداریم، بلکه الله تعالی از باطن اونها خبر داره. پس ما از چه راهی بفهمیم که فلانی منافقین یا صفتی از صفات منافقین در وجود اون هست؟ و از کجا معلوم؟ بر اساس چه معیار و میزانی ما خودمون رو بیایم مقایسه بکنیم که خودمون بین در مبتلا نباشیم؟ همون حساسیتی که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون بزرگی شأنشون داشتن و این حساسیت نسبت به این موضوع به خاطر این بوده که این موضوع بسیار خطرناک است و رسول الله صلی الله علیه و سلم بارها برحذر داشتن و صفات اینها رو برای ما ذکر کردن. گرچه ما از باطن افراد خبر نداریم، الله تعالی در قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنت مطهره خودش اینها رو برای ما معرفی کردن. قرآن کریم میفهمد اینها رو ولا تعرفنهم فی لحن القول، اینها رو با همون زبونشون شما اینها رو میشناسید.
رفتار اینها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما توصیف کرده. قرآن کریم برای ما توصیف کرده. صفات منافقین در قرآن کریم و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ذکر شده. سوره در قرآن کریم به نام منافقین ذکر شد که وقتی منافقین اومدن قالوا نشهد انک لرسول الله، ما شهادت میدیم که شما رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما رسول الله هستید. عده‌ای از منافقین اومدن گفتن ما شهادت میدیم شما پیامبر الله هستید. والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. الله تعالی فرمود این که شما پیغمبر ما هستید، الله تعالی این رو میدانه که شما پیغمبرش هستید، اما الله تعالی شهادت میده که اینها دروغ میگن. الله تعالی شاهد بر این که منافقین در این ادعای خودش که اومدن و به شما میگن که ما شهادت میدیم که شما پیغمبر خدا هستید، در این شهادت خودشون، نه اینکه شما پیغمبر نباشید، شما پیغمبر هستید، اما اینها در این ادعا دروغ میگن. یعنی چی؟ یعنی واقعا شهادت نمیدن، یعنی شما رو تایید نکردن، به دروغ دارن میگن که شما پیغمبر خدا هستید. الله تعالی در قرآن کریم و در احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم که جزئی از وحی است که از طرف الله تعالی به رسول صلی الله علیه و سلم شده، برای ما صفات منافقین رو به تصویر کشیده و برای ما اینها رو بیان کرده. ما تا میتونیم باید سعی بکنیم و تلاش بکنیم که خدایی نکرده به این صفت مبتلا نشیم و خودمون نجات بدیم از صف منافقینی که به قول حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه فرمود اگر منافقین هلاک بشن و از بین برن، اون موقع شما در خیابانها وحشت میکنید، در کوچه ها وقتی راه برید وحشت میکنید، از بس اینها زیاد بودن. به این معنا وقتی که اینها از بین برن انقدر خیابانها خالی میشه و اینقدر انسان تنها میمونه که شاید از تنهایی وحشت بکنه و از اینکه این جمع کثیری که رفتن همه منافق بودن. این صفت الله تعالی در ابتدای سوره مبارکه بقره 5 آیه در باره متقین صحبت میکنه و 2 آیه بعدش درباره کفار. در ابتدای سوره مبارکه بقره، سوره دوم قرآن کریم، بعد از هم آیه 1 تا 5 درباره صفات متقین و صفات پرهیزگاران الله تعالی صحبت میکنه و جلوتر 2 آیه درباره کفار صحبت میشه و بعد از اون 13 آیه الله تعالی درباره منافقین صحبت میکنه. 2 آیه راجع به کفار، 13 آیه راجع به منافقین. از آیه 8 تا آیه 20 الله تعالی درباره منافقین و صفات منافقین سخن میگه. به خاطر اهمیت این موضوع، به خاطر خطر بزرگی که این قوم متوجه امت اسلام کردن، به خاطر اینکه انسان خدایی نکرده مبتلا نشه به این صفات و ظاهرا فکر بکنه مسلمانه و ظاهرا دلش خوش باشه به این که مسلمانه، اما در واقع و در باطن صفاتی از صفات منافقین در وجودش باشه یا کاملا منافق شده باشه در حالی که خودش هم ندونه. به خاطر این موضوع انشاءالله قصد داریم در قسمت‌های بعدی صفاتی از صفات منافقین رو که در قرآن کریم و احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده بیان بکنیم. نفاق به 2 قسمت تقسیم میشه، نفاق اعتقادی و نفاق عملی. نفاق اعتقادی اون نفاقی است که واقعا در اعتقاد انسان داره دروغ میگه و در اعتقاد خودش ایمان نیاورده به الله و ایمان نیاورده به رسول و ایمان نیاورده به قیامت، اما به دروغ داره اظهار ایمان میکنه که این انسان بدون شک و تردید کافر است مطلق و بلکه درجه از کفار هم پایین تره و در قعر جهنم خواهد سوخت. و عده‌ای دچار نفاق عملی هستند که در اعتقاد خودشون راست گفتارن، اما در اعمال صفاتی از صفات منافقین رو دارن طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود 4 صفت از صفات منافقینه که اگر در وجود کسی باشه همه این 4 صفت ها اون یک منافق خالصه و اگر یکی از این صفات در وجودش بود یکی از شعبه های نفاق در او خواهد بود. کسانی که وقتی که صحبت میکنن دروغ میگن، وقتی که امانتی به اونها گفت داده بشه اونها خیانت خواهند کرد و وقتی که درگیر میشن فحش و ناسزا میگن و وقتی که به اونها اعتماد بشه و وقتی که اونها عهد و پیمانی رو میبندن با کسی در عهد و پیمان خودشون خیانت میکنن و عهد و پیمان خودشون رو میشکنن، پیمانهای خودشون رو اجرا نمیکنن. انشاءالله با ما باشید در قسمت‌های بعدی برای بررسی این موضوع بسیار مهم، صفات منافقین در قرآن و صفات منافقین در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم و اینکه منافق چه کسی است، تا اینکه الله تعالی به ما این توفیق رو بده و ما رو نجات بده از این
فتنه بزرگ و از صف این دشمنان اسلام و اینکه سعی بکنیم که خودمون رو مزین بکنیم با اون چیزهایی که الله تعالی از ما خواسته و با شناخت اون صفات بد، با شناخت اون صفات رذیله خودمون رو نجات بدیم از اون چیزهایی که الله تعالی ما رو از اونها برحذر داشته. از اینکه تا این لحظه از برنامه ما بودید بسیار متشکرم و سپاسگزارم. امیدوارم که در قسمت بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. همیشه شما بزرگواران رو به الله تعالی میسپارم تا فرصت بعدی. خدایا رو نگهدارش.